سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. اسم من میلاده و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. قبل از هر چیزی اگه کیفیت این ویدیو اونجوری که باید باشه نیست و نسبت به بقیه فیلم‌های یوتیوب خیلی ضعیف‌تره، بر من ببخشید و اگه دوست داشتید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بچه‌ها امروز اومدیم با هم راجع به این موضوع حرف بزنیم که چجوری میتونه اعتیاد به خودارضایی و دیدن فیلم‌های مستهجن ما رو از زندگیمون و از آرزوهامون دور کنه. بچه این چیزایی که میخوام بگم همش تجربه‌های خودمه و نه رویا فروشم نه مدرسم، هیچی نیستم، فقط تجربه‌های خودمه که دوست دارم با شما به اشتراک بذارم و شما این اشتباههای منو تکرار نکنید. بچه‌ها وقتی یه آدم به خودارضایی و فیلم‌های مستهجن اعتیاد پیدا میکنه، اول بهتون بگم که چجوری اعتیاد پیدا میکنه. مثلا من این کار رو یه بار انجام میدم تو هفته یه بار این کار رو انجام میدم، بعد میگذره. چجوری میشه هفته دو بار؟ خب وقتی اون یه بار کار رو انجام دادم لذت خیلی زیادی تو بدن من ترشح شده، مغز من اینو میفهمه و برای اینکه دوباره این حالت خوشایند بهش دست بده منو هی تحریک میکنه که دوباره برم سمت اون فیلم ها و دوباره خودم رو ارضا کنم. این داستان و این چرخه انقدر تکرار پیدا میکنه تو دیگه کاملا به یه جای میرسی که کلا دنبال اینی که خودتو هی ارضا کنی و این تو رو از زندگی که هستی دور میکنه و اینجوری شد که 3 سال از زندگی من رفت و اگه تو سنت کمتر از منه ازت خواهش میکنم، یعنی 14 15 16 سالته، خواهش میکنم اگه تازه گرفتارش شدی همین امروز ترک کن، نه فردا، همین امروز. خب ولی میخواستم بگم که چجوری باعث میشه که شما از هدفتون دور بشید. همین دیگه، وقتی گیر این چرخه کثیف این کار میافتید حواستون پرت میشه، فقط دنبال این هستید که تنها بشید و موقعیتش رو گیر بیارید و این کار رو با خودتون انجام بدید. این جنبه اولش. بعد جنبه اولی که ما رو از کارمون دور میکرد چی بود؟ اینی که هی دنبال این هستی، حواست پرت میشه دیگه کلا. خب ولی نکته دومش چیه؟ بچه‌ها آدمایی که این کار رو انجام میدن و بهش اعتیاد دارن، این مثل روز واسه من روشنه، مطمئنم و اعتقاد دارم بهش. این نکته که میخوام بهتون بگم، بیشتر آدمایی که از زندگیشون مینالن و از زندگیشون راضی نیستن اغلبشون به این کار اعتیاد دارن. خب کسایی که چسنالن و کسایی که میگن ای بابا این چه زندگی و همش ناراحتن و غمگینن به خاطر این موضوع. کسایی که میگن نه من نمیتونم و همش چیز میگن دیگه، آیه یأس میخونن، اغلبشون این کارن. چرا؟ تقصیر اونا هم نیست، خاصیت اعتیاد به این کاره که باعث میشه شما این فکر رو راجع به خودت بکنی. چون وقتی این کار رو انجام میدی، وقتی بهش اعتیاد پیدا میکنی، یه آدم گوشه‌گیری میشی، یه آدم افسرده‌ای میشی، چون واسه هدفات، واسه کارهایی که میخوای انجام بدی هیچ تلاشی نمی‌کنی. این خاصیت کاره دیگه، اعتماد به نفس انجام دادن کارا رو نداری و گوشه‌گیر میشی و هیچ تلاشی واسه انجام دادن کارهایی که باید بکنی نمی‌کنی. این میشه که شما از هدفاتون دور میشید، از آرزوهاتون دور میمونید و تو این سنای نوجوانی مخصوصا تلاش نمی‌کنید و میشید مثل آدمایی مثل بقیه. من خودم واقعا 2 نفر یا 1 نفر رو دیدم که این کار رو نمی‌کنه، یعنی میکرده، ترک کرده و قشنگ دارم تفاوتش رو بقیه حس میکنم. یعنی میبینم که این آدم واقعا فرق داره با بقیه، چه از لحاظ انرژی، چه از لحاظ بدنی، چه از لحاظ فکری، ذهنی، هر چی فکر کنی آدم بالاتره. میدونم که این کار رو انجام میداده، بهش اعتیاد داشته و ترکش کرده. دیگه حالا دست خودتونه دیگه. این چیزایی که من تجربه‌ام بوده و بهتون گفتم آقا این کارو نکنید، هر چقدرم که واسهتون لذت بخشه نکنید. با انجام ندادن این کار هیچکس از دنیا نرفته، بلکه خوشبختم شده. خیلی از شما که تو این اینستاگرام میگردید، خیلی از این فیلم‌های انگیزشی، خیلی از اینا که میشینن پشت این میکروفونا، خیلیشون میگن که آقا ما سمت این کار نرفتیم، از فیلم‌های مثبت 18 دور موندیم. خب و این یکی از عوامل موفقیتشون. اگر منو قبول ندارید به عنوان کسی که هیچ چیز ضعیفی تو سوشال مدیا، خب اگر میخواید ترک کنید، فکر کنم یه ویدیو راجع به ترک کردن گذاشتم، میتونید برید ببینید.
همونقدر من اینو تو خیلی از ویدیوهام میگم، همونقدر که من میگم این ور داستان یعنی اعتیاد بهش زشته و کثیفه و شما رو از چیزهایی که دوست دارید دور میکنه، اون ور داستان یعنی بخش روشناییش، بخش پاکیش، جایی که شما ترک میکنید خیلی روشنه. یعنی انگار وقتی ترک میکنید این قسمت سیاهی تبدیل میشه به یه سوختی واسه پرتاب شما به سمت آرزوهاتون وقتی این کار رو ترک میکنید. تنها توصیه که میتونم بکنم، نه به عنوان نصیحت، نه به عنوان کسی که یه چیزی به شما بگه، فقط به عنوان یه رفیق، به عنوان یه داداش کوچیکتر یا بزرگتر، فقط بهتون میتونم بگم که نکنید. اینو منی دارم بهتون میگم که 18 سالمه و بزرگتر نیستم که بگی این هیچی حالیش نیست، کوچیکتر نیستم که بگی بچه است. من مثل داداش دارم بهتون میگم، واقعا واسهتون نریدن تو اون کار که برید انجامش بدید و بگید این داره چرت و پرت میگه. ببخشید دارم اینجوری حرف میزنم و میخوام تاثیرگذاری حرفم بیشتر باشه. وقتی بهش اعتیاد پیدا میکنی همه چی تو ازت میگیره. ببین کسی نمیدونه تو بهش اعتیاد داری، کسی نمیدونه تو این کار رو انجام میدی، کسی نمیدونه تو چی هستی. خب همه تو رو یه آدم عادی میبینن، ولی این خودتی که میدونی کی هستی. این فکر کنم واقعا دردش بیشتر باشه. خودتی که همش به خودت میگی بابا من چه آدم کثیفیم که به این کار اعتیاد، این چه کاری من دارم میکنم. و اینو هر بار مغز تو، خود تو، ته قلب تو که روشنایی بهت میگه. کدام آدمی دیدی که این کار انجام بده و ازش خوشحال باشی؟ هیچکی، چون همه ته قلبشون میدونن دارن کار بدی میکنن. و هر فیلمی که داری میبینی راجع به این که نه ضرری نداره، نه هیچ ضرری نداره، چرا ضرر داشته باشه، مگه ما آدم نیستیم، بالاخره نیازه باید برطرف شه. همه اینا که تو قبول میکنی فقط به خاطر اینکه بهونته، فقط میخوای بهونه بیاری که نری ترکش کنی. اعتیاد به این کار از شما عشق رو میگیره، از شما زندگی رو میگیره. اگه داری درس میخونی درس رو میگیره، چون تمرکزی واسط نمونه، چون همش دنبال این که بری یه جا تنها شی و اون فیلمای لعنتی رو نگاه کنی. دیگه چی بگم بچه‌ها؟ همین، فقط میخواستم بهتون به عنوان یه داداش، به عنوان یه رفیق، به عنوان یه دوست، به عنوان یه آشنا بگم که بابا هیچی نیست، هیچی. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید، اگه تو راه ترکید یا دوست دارید ترک کنید یا هر چیزی تو این راه قشنگ ترک خودارضایی هستید، کانال من میتونه کمکتون کنه. اگر حال کردید با این ویدیو و این حرفا، اون دکمه مشترک شدن رو بزنید. خیلی به من کمک کردید تو این راه و دم همتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه یه خورده از لفظای بد استفاده کردم بر من ببخشید، چون تجربه ثابت کرده بد دهن بودن بیشتر تاثیر میذاره رو آدما. دم همتون گرم تا ویدیوی بعدی اگر بود. خدا نگهدار.